در جامعه امروز بعضا دیده می شود که بعضی مردا خودشون به زنها مانند میکنن، مثل حمید سلیمانی خندین کمان. لباسای زنانه میپوشن، آرایش یعنی کاسمتیک میکنن و رفتارشون را تغییر میدهن. این عمل در اسلام حرام و ناجایز است. در روایت بخاری آمده است لعنت کرده است رسول خدا مردانی را که خود را به زنان مانند میکنند و زنانی را که خود را به مردان مانند میکنند. این حدیث نشان میدهد که اسلام میخواهد فطرت طبیعی انسان حفظ شود. مرد بمانه و زن. سبب این منع کردن نفرت نیست، بلکه حفظ اخلاق، هویت و سلامتی جامعه است. و باز بعضی آدمان برای خندانیدن دیگران دروغ میگویند، حکایه های ساخته میکنند یا دیگران را مسخره میکنند، مثل حمید جمشید حلیم که این بینن این به هویت دیگری را برای خندانیدن مردم مسخره کرده است. این عمل نیز در اسلام سخت محکوم شده است. در روایت ابو داود و ترمذی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند وای بر آن کسی که دروغ میگوید تا مردم را بخنداند، وای بر او. این حدیث نشان میدهد که حتی شوخی باید با راستی باشد. دروغ است، خواه برای منفعت باشد خواه برای خنده. خلاصه اسلام دین اخلاق، پاکی و راستی است. مسلمان باید فطرت خود را حفظ کند، راست قول باشد، دیگران را احترام کند و برای پسند آمدن به مردم رضای خدا را از دست ندهد.